سلام دوستان. ستاره‌ریزی دای یعنی چی؟ یعنی برفریزی زیبا پشت تیریزه. ستاره‌ریزی دای یعنی چی؟ یعنی سرجمی کل دوستان در حلول یک جشن خیلی محتشم. ستاره‌ریزی دای یعنی چی؟ یعنی به حقیقت رسیدن افسانه، توفه در زیر ارچه، بوی خوش مندرین و صدای ترک، صدای کشاده شدن شامپان. من فکر کردم باز صدای ترک یکم تیر پرانی باشد. خیریت. خوب دوستان عزیز، ستاره‌ریزی دای یعنی چی؟ ستاره‌ریزی دای یک فصل زیبای سال، فصل سپید زمستان و در این فصل زیبا یک جوانمرد بسیار عصبی، رج احمد. واقعا رج احمد عصبی است چون که تمام مسئولیت برنامه امروزه بر دوش اوست. مؤلف پروژه ستاره‌ریزی دای این جشنواره محتشم ایران، مؤلف همین پروژه، شاعر، پرودیوسر و از همه اساس آدم خوب رج احمد. البته هرچند رج احمد را در زیر یگان ارچه توفه انتظار نیست، هرچند او نمیتواند که بوی خوش مندرین را احساس کند، ولی برای رج احمد همین کافی است که شما باشید عزیزان. و از همه توفه‌ای که رج احمد دوست می‌دارم، من رج احمد را سال‌های سال می‌شناسم، یک توفه هست که من می‌دانم فقط این توفه چی است. این توفه رو در یگان بازار من می‌فروشم. تبسم. تبسم است. با تبسم رج احمد را برای صحنه می‌خوانیم. با تبسم صمیمی رج احمد را برای صحنه دعوت می‌سازیم. و در شناخت رج احمد من چی می‌توانم بگویم؟ فقط یک چیز رو می‌توانم بگویم. مثلا دو نوع مردها هستند در زندگی. رج احمد کف کوبی شما دوستان عزیز. رج دو نوع مردها هستند در زندگی. یک نوع این مردها چنینند، دغل گفتارند، گفتاری خیلی درشت دارند ولی دل صاف دارند. و باز مردهایی هستند که خیلی لطیف کامپلیمنت میگویند، سخن خیلی لطیف دارند ولی دلشان سیاه است. کدام این نمود مردها را قبول داری سابرینا؟ البته مردی دغلی که دل صاف دارد. آره. و یکی از هنرمندان روز Фаина Григорьевна Раневская گفته است که лучше быть грубым человеком, ругающимся матом, чем тихой воспитанной тварью. برای همین عزیزان دل، رج احمدی که دل زیبا دارد، حرف زیبا دارد، نیت زیبا دارد، امروز مهمان‌های عزیز و نازنین را پذیرایی می‌کند. مرحبا. درود و حمد و سپاس به حاضرین گرامی. پیش از همه به بهترین راویان جمهوری یک قرصک بلند تاجیکانه، آرزوی صایب از قبیل آن شخصیت‌های بزرگی است که در زندگی من ایدئال، گینی، عالی و یک شخص معتبر است که با یک سطرش میتواند زندگی مرا کلا نگاه کند. به همتا و به نظیر آرزوی صایب. بسیار خوش آمدید. سپاس. و ملکه اینستاگرام، دختر چکان، آنه که 24 ساعت در همه معرکه ها، محفل ها، چهارمینی ها و اساس در عالم اجتماعی فعال است. به نظیر زیبا سابرینا نظری. بسیار خوش آمدید به صحنه ستاره‌ریزی دای و جهانی سپاس و یکایک شما هنرمندان اصیل، نامبرداران صنعت تاجیک، آنانی که دامن شهرت صنعت تاجیک را به چهارسوی جهان بسیار هم قشنگ و زیبا پهن میکنند، معرفی میکنند. امروز این عید شماست و این همه زحمت و زیبایی را تنها و تنها برای شما کردیم که اینجا تنتنه دوستی، محبت، وفاداری، سرود، آهنگ و از همه اساس تنتنه آزادی و آبادی دولت صاحب استقلال ما که امروز ما در همین گونه فضای بسیار هم زیبا و ایدانه و شاهانه سر یک سفره جمع آمده یک دمی بیغم میزنیم. نگفتن امانت که سال 2019 برای همه ما سال خوب بود. همین تردیم سال خوب بود، با برار بود. هر سال به خود یک حکمت دارد و این لحظه سخن را دامن نمیکشانم زیاد
همین قدرشون میگم که شما هستید که این لحظه این صحنه ستاره ریز و ستاره بیز است. برای خودتان یک قرصک بلند مهمانان عزیز و نگفتن امانت که امسال چهارمین ستاره ریزی دای 2020 البته زحمت همه شماست. زحمت آرزو ایسای، صبرینه نصری، من، زحمت کل دوستان، زحمت هنرمندانی که از میز یکم تا آخران و از آخران تا این میز و از همه اساس زحمتی که دیگران نیست در این برنامه در این تنتنه کردن. پیش از همه میخواستم جهانی سپاس با آن نفری که بدون او این تنتنه زیبایی نمیشد، این شهامت و این مهنت نمیشد. جهانی سپاس با زنی بزرگ، انسانی نجیب، فرهنگ دوستا، با مادری دو صنعتکار، با زنی قوی اراده، با سرپرستی هم عالی گوییم، شریک عالی گوییم و آن نفری که هم برپا کننده این برنامه است. اپا جانی عزیزی من یک قد قامتتان نشان میدم و افتخارشان یک قرصک میزنیم. شریف بانو قربان و جهانی سپاس برای شما، برای همه زحمت ها، دستگیری هایتان. تشکر که شما هستید و این سال ما رو دستگیری کردید. من برای شما نمیدونم دیگر چی بگم، فرزندوار سپاس میگم. زنده و پاینده و سلامت باشید. تشکر، خوش آمدید بسیار هم. و سرپرستی کل این تنتنه مغازه بانوشا شکرانه بانو همینجا یک قد قامت نشان میدادید. برایشان یک قرصک تاجیکانه با خواهتر بزنید دوستان. شکرانه بانو، تشکر برای زحمت و دستگیری. شرکتی بسیار هم زیبا نو تاسیس هم بگویم، تشکن وینا کمبیناتی که شرکی نوشاکی های ما هستند در این تنتنه اشتراک دارند. جهانی سپاس به آقای قابل جان و کلی نماینده آنها. تشکر که امسال ما را دستگیری نمودید. و بعدا یک نفر بسیار هم به مانند من عصبی، بهترین آرایشگری سال 2016 و تا حال هم بهترین است، هم برپا کننده این تنتنه، انسانی که در همه کار چکان است، بی‌نظیر است. بال و پری من با افتخار یک قرصک بلند و افتخارش اهل دین سعدالله. تشکر زیاد. دادری من، برادری من، اونی که همیشه در پهلوی من است، اونی که همیشه من برایش باوری دارم. تشکر برای همه زحمتش. دورندش جان عبدالله، همسایه من، دوستی من، برادری من که زحمت بیشمار دارد در این کار. سنت الله ظریفزاد، با کلی نواربرداران شرکت ایلین پرا برهان سفر عرض سپاس که این تنتنه را ثبت میکنند. جهانی سپاس. برادر عزیزی من، ویدیوگرافی بهترین دوستی من مهرور عبدالله، پرودوسر بهترین دوست و برادری من، آنی که همیشه در پهلوی من است، دستگیری من است، قوت دل من، دلاوری میزرا. و کسی را فراموش کردم، اگر فراموش کرده باشم ملالی خاطرشان نباشد. باز کیمان، البته و البته بهترین، زیباترین انا همین طرفخانه شاهانه که امروز مراسم کشاده شوی دارد، بزم سالی نوی دارد، ستاره ریزی دای دارد، طرفخانه یک سرای VIP. دلبر بانو رحمتون جهانی سپاس برای همه کمک هایتان. اکای علیشیر جان، اکای امیر جان، جهانی سپاس. با کلی کارمندانشان، پیش خدمتان، با همه جهانی سپاس. و باز کیمان دیگر از همه مهمان، البته باز الهیده و الهیده یک قرصک بلند و بهترین هنرمندان سرایندگان کشورمان که در این بزم جمع آمدند. جهانی سپاس. علیشیر جان، یونسوف، طاهر جان، جهانی سپاس برای دستگیریتان. دیگر حرفی ندارم. قربان نامتان، قربان مهربانیتان و این چاره‌بینی ما
حسن زیبا دارد با دستگیری شبکه خارجی، شبکه بسیار هم معروف، شریک با اعتماد ما، انسان‌های نجیب و هنردوستدار که همیشه در این بحث با ما یک جان سر یک سفره وسط میکنن. شبکه جهانی آرزو جهانی سپاس و شبکه یوتیوب چنل افغانستان. قربانی شما. و یک کفکوبی بسیار پرموج و گرم و پرحرارت برای راج احمد که از افغانستان سرپرست یافته است، از ازبکستان سرپرست یافته است، از تاجیکستان سرپرست یافته است. یافتن این همه سرپرست ها کاری آسان نیست و برای این سرپرست هایی که سرها را میپرستند اگر سر در کار باشد، من چند سری در کار است پیشنهاد میکنم بر شما یک قرصه که دیگر از این دیدید. تشکر. رج احمد. اگر ارزو گمان میکنم که با اجازت خودی رج احمد و با اجازت دوستان آغاز میبخشیم و برنامه سال نوی خود ستاره ریزی دای 2020